سلام، امیدوارم که هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. من مینام و به اولین ویدیوی چنلم خوش اومدین. از اونجایی که تعطیل رسمی بود تصمیم گرفتیم با خانواده مادری یه شب دور هم جمع بشیم. چه کنم چه کار کنم تو منو نشناختی، تو ببین به کی عشق من آبادی، تو رو که بی حقیقتی تو قد من جان نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا نیست. جایی که انتخاب کردیم برای دور همی 1 ساعت با شهرمون آبادان فاصله داشت. جایی که انتخاب کردیم شیرین شهر بود. خب رسیدیم، اینم از ویلامون، تحویل بگیریم. بریم با هم دیگه فضای ویلا رو بهتون نشون بدم. این که استخرش بود، اینم از فضای داخل ویلا بود که خیلی به دل می نشست. این هم یکی از اتاقاش بود که تخت 2 نفره داشت، پله می خورد می رفتی بالا. یه اتاق مستر هم بالا جدا داشت که شامل حموم و سرویس بهداشتی میشه و بازم تخت 2 نفره داشت. بازم من سلام علیکم، حالتون چطوره؟ وای فضای اینجا رو عاشقشم، عاشق گل و گیاهم. اینجا هم مثلا من حواسم نبود. ببین فضاش خیلی قشنگه، کلا ساخت خیلی قشنگی داره ویلای شیرین شهر. یه موردی که داره استخرش خیلی کثیفه، همینجور که میبینید مثل ویلای دسفول نیستن که بخوان هی آبش عوض کنه، فقط کلور میندازن و خب اینا رو ماه به ماه فکر کنم عوض میکنن. خانه خاله قرتیم داری گوجی درست میکنی. بعد از اینکه رسیدیم و وسیله‌مون رو چیندیم تصمیم گرفتیم اول شام بخوریم، بعد بریم یه خورده توی استخر شنا کنیم. اینجا هم موزیک پلی کردن که من ظرفا رو بشورم. از اونجایی که من خیلی کاریم همش کار کردم کمک بقیه. بیتای عزیزم معرف حضورتون، ماشین گلم. خوراکی هم بردیم با دختر خاله ها که بریم دور هم بشینیم و بازی کنیم. اولین بازی که انتخاب کردیم دبرنا بود یا دوبرنا، دقیق نمیدونم. شرط بندی کردیم که پسر خالم و خانومش برد، پولا هم بین خودشون تقسیم کردن. اینم وضعیت بعد بازی بود. ساعت 2 تصمیم گرفتیم بالاخره بخوابیم. اومدم مسواک بزنم، فردا دوباره میام پیشتون. کلی دوستتون دارم. سلام روزتون بخیر، روز خوبی داشته باشید. به دمپایان توجه نکنید. پوان منفی که داره فقط همینه، آب اینجا، آب ویلای شیرین شهر خیلی کثیفه. متاسفانه مثل ویلای دسفول نیست آبش. رفتیم که صبحونه درست کنیم، البته فقط تخم مرغ که میبینید دعوا سر قاشق. اینجا هم که شوهر خالم اجازه نداد من ویدیو بگیرم، از این بخش رد شدیم. سلام، چشا شبیه منه. سلام. یه ایرانی اصیل همیشه از این کارا میکنه. ببین زعفران رو ریختن تو این کار مادرها. اینم از لوک نهایی نهارمون که مامانم زحمت کشید و زرش پلو با مرغ درست کرد. انتظار نداشتین که مثل همیشه هر کی میره ویلا جوجه کبابی درست کنه. اینجا هم پسر خالمو داریم که لیمو و نمک میریزه توی نوشابه.
بعد نهارم دوباره رفتن تو آب، یه خورده آب تنی کردم و دیگه وسیله‌مون رو جمع کردیم و راهی خونمون شدیم. نخود هر که رود خانه خود. منم که حسابی خسته شده بودم و چهره داغونم رو میبینید. تو راه برگشتم یه آقا و خانم رو دیدیم که داشتن به سگا غذا میدادن. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. کلی دوستتون دارم.